خواهرم، آنهایی که بر حجاب تو توهین کرده اند، کوشش نکن زیر تاثیر سخنهای شیطان مانندش بروی. نه، حجاب تو بوی گند و بوی هفت خر نمیدهد، بلکه چهره های نجسشان، چهره های میکاپی و غرویشان بوی خر و بوی گند میدهند. خواهرم، حجاب تو را هم مانند فرشته جنت نشان میدهد. میدانی انسان ها وقتی امرای انسان ها بخیل میشوند که از آنها بهتر باشند. بس خواهرم، حجابت یکی از بهترین تحفه های ملکوتی است. حفظش کن و با عزت زندگی کن. افتخار میکنم بالای حجابت خواهرم. هرچند که گردم با حیا، آبی که بی سرپوشه هست بی شبهکی نوشد ورا. زنهایی که اگر سطر ندارن مثل همون ظرفهایی ده که آب میگیرن سرپوشه ندارن مثل همون هستن. آبی بی سرپوشه وای مکروه است، وای دیگر نه طهارت میکنن نه خورده میتوانند. زنی که حیا ندارد، زنی که سطر ندارد، وای همچون یک زنی مکروه است، یک زنی بدبخت است. این امر خدا است، این ما پشانده نمیتوانیم. پیغمبر خدا میگوید المرأة عورة، زن خودش عورت است. بین لعن الله الناظر والمنظور الیه، لعنت کند خداوند با آن مردهایی که به سوی این زنهای بی سطر نظر میکند، یا لعنت کند پیغمبر خدا گفت زنهای را که تمام مردم نگاهشان بالای خودشان حواله میکنند. این زنهای بی سطر را پیغمبر خدا گفتن لعنه الله، خدا لعنت